أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدلله که ما و شما از کتاب تعلیم زبان عربی 38 درس گرفتیم و بنده حالا میخواهم درس 39 را تقدیم شما برادران و خواهران بگردانم. صاحب کتاب میگوید الدرس التاسع و 30، یعنی درس 39. درس 39 به مثل درس های گذشته همچنین کلمه های نو برای حفظ کردن دارد که این کلمه ها باید حفظ کرده شوند، اولا با تمام نازکی هایشان، بعد خوانده شود حوار و گفتگوی این درس. کلمه های جدیدی که در این درس می آید صاحب کتاب می گوید علبتون. علبتون یعنی قطی. علبه قطی یا کرابکه را میگویند علبتون. جمعش میشود علبون. علبتون یعنی یک کرابکه یا یک قطی، علبون یعنی قطی ها، کرابکه ها، صیغه جمعی تکسیر. بعد از این میگوید حبلون. حبلون یعنی بند. حبل بند رو میگویند. جمعش می شود حبالون یعنی بندها، صیغه جمعی تکسیر. حبالون یعنی بندها. بعد از این میگوید کیسون. کیسون یعنی قابچه، یا کیسون می شود بگیم سلفن. کیسون سلفن یا قابچه یا پکت. جمعش می شود اکیاسون یعنی قابچه ها یا سلفن ها یا پکت ها. اکیاسون همچنین جمعی تکسیر است. بعد از این میگوید قمحون. قمحون همچنین به مثل حنطتون یعنی گندم. قمحون گندم. حنطتون همچنین می شود گندم. بعد از این میگوید شعیرون. شعیرون یعنی جو. شعیرون معنایش جو. بعد از این میگوید صورتون. صورتون یعنی صورت، با تاجیکی هم صورت میگوییم. جمعش میشود صورون یعنی صورتها. صورون یعنی صورتها. بعد از این میگوید حوضون. حوضون با تاجیکی هم همچنین حوض میگوییم. حوض یعنی جایی که آب است، در اون آبازی میکنن. حوض حوض آب. پس حوضون با تاجیکی همچنین حوض. جمعش میشود احواضون یعنی حوضها. احواضون جمع حوضون. بعد از این میگوید حوض السباحتی یعنی حوض آبازی. حوض مضاف، سباحتی مضاف الیه. السباحتی مصدر سبح یسبح بود، یعنی شنا کردن، آبازی کردن. از این میگوییم، از این حساب میگوییم که حوض السباحتی یعنی حوض شنا کردن یا حوض آبازی کردن. بعد از این میگوید حشیشون. حشیشون یعنی علف. علفی که در ادیر میدروند و یا میارند برای گاو و مال تقدیم و پیشنهاد میکنن، همون را میگوین حشیشون. حشیشون یعنی که علف. بعد از این میگوید صبغون. صبغون یعنی رنگ. صبغ رنگ رو میگویند، یعنی کرسکه، رنگ. جمعش میشود اصباغون یعنی رنگ ها، کرسکه ها. اصباغون رنگ ها. بعد از این میگوید علبت و اصباغین یعنی قطی رنگ ها. علبت و اصباغین یا کرابکه رنگ ها. علبه کرابکه یا قطی. اصباغ جمع صبغون
مضاف و مضاف الیه. علبتو مضاف، اسباغین مضاف الیه. بعد از این میگه حیوانون. حیوانون یعنی حیوان. ما شما میگیم حیوان، پس حیوانون یعنی که حیوان. حیوان رو جمعش میشود حیواناتون. حیواناتون یعنی حیوان ها، جمع مؤنثی سالم میشده است، حیوان ها. بعد از این میگوید حصانون. حصانون به مثل فرسون. فرسون میشد اسب، حصانون همچنین میشود اسب. حصانون اسب، یک دانه اسب. جمعش میشود حصنون یعنی اسب ها. حصنون یعنی اسب ها. حصون جمع حصان است. بعد از این میگوید طعامون. طعامون یعنی طعام، خوراکه. طعام چیزی میخوردنی. طعام پس میشود طعام، یک دانه طعام. جمعش میشود اطعمتون. اطعمتون یعنی طعامها. اطعمتون معنایش طعامها، جمع طعامون هست، صیغه جمع تکسیر است. بعد از این میگوید لونون. لونون یعنی رنگ. لونون معنایش رنگ. لون مثلا رنگ، مثلا رنگ سفید، رنگ سیاه، رنگ کبود میگیم، انمی رنگ لونون میشود. صبغون رنگ یعنی که همون رنگی که یک جور مثلا کرسکه بگیم، کرسکه ده، صبغ کرسکه، اون چیزی که در تنه دیوال میشکیش اون را صبغ میگن. اما لون باشد رنگ، رنگ سیاه، یعنی که رنگ سفید، رنگ سیاه، رنگ همین طور چرا چی میگن لونون. جمعش میشود الوانون یعنی رنگها. الوانون جمع لونون هست یعنی رنگها. بعد از این میگوید فطورون. فطورون یعنی خوراک نصف روزی. فطور خوراک نصف روزی. بعد از این میگوید صمغون. صمغون یعنی کله. کله بگیم چیزی ماده چسبنده که یک چیز رو با چیز دیگر میچسبانی، انمو رو عربا چی میگوین؟ صمغون یعنی کله. پس دقت بتید که صمغون از صبغون فقط با یک ب فرق میکند. صبغون حرفی ب دارد، صمغون در بینش حرفی میم دارد. صبغون باشد رنگ، صمغون باشد اگر کله. بعد از این میگوید صغرون. صغرون یعنی خردسالی. صغر یعنی خردسالی. بعد از این میگوید فی الصغری یعنی در خردسالی. فی الصغری یعنی در خردسالی. بعدش میگوید سباحتون. سباحتون یعنی که آوازی کردن. این مصدر سبح یسبح بود، این را یک بار خواندگی هستیم. سباحتون شنا کردن، آوازی کردن. بعد از این میگوید واسعون. واسع یعنی پهن، و مثل عریضون. عریضون گفتیم پهن، واسعون هم همچنین چی است؟ پهن. بعد از این میگوید عمیقون. عمیقون یعنی چقر. عمیق یعنی که چقر. بعد از این میگوید وقت الفراغی یعنی وقتی بیکاری. وقت الفراغ، وقت میشود فراغ یعنی بیکاری. وقت الفراغی وقتی بیکاری یا وقتهای خالی. فراغ رو میشود خالی بگیم یا بیکاری. وقت الفراغی پس میشود وقتی بیکاری یا وقت الفراغی وقتی خالی. بعد از این میگوید قدمه. قدمه یعنی پیشنهاد کرد. قدمه پیشنهاد کرد، تقدیم کرد. قدمه فعل ماضی است، پیشنهاد کرد. و یک مرد. اگر زن را بگوییم بگیم قدمت یعنی پیشنهاد کرد و یک زن. پیشنهاد کرد و یک زن. فعل مضارعش قدمه از غیر باب ثلاثی مجرد که هست، از این حساب فعل مضارع و مصدرش را نمیارد، زیرا که اون قیاسی است. فقط باب ثلاثی مجرد، بابهای ثلاثی مجرد هستند که سماعی هستند. صاحب کتاب اگر فعل های ثلاثی مجرد را بیارد، فعل ماضی و مضارع و مصدر را هر سهش را میارد. اما از غیر باب ثلاثی مجرد بیارد، در این صورت فقط فعل ماضیش را میارد. قدمه یعنی پیشنهاد کرد و یک مرد. اگر فعل مضارع را بگیریم میگیم که یقدمو.
یقدمو یعنی پیشنهاد میکند و یک مرد. زن باشد میگیم تقدمو، پیشنهاد میکند و یک زن. فعل امرش میشود قدم. قدم یعنی پیشنهاد بکن، میشود فعل امر. پس قدم یقدمو مصدرش میشود تقدیما. تقدیما یعنی که پیشنهاد کردن. این از باب 822 باب صرفی است، یعنی باب فرح یفرح تفریحا، از باب 822 باب صرفی است. بعد از این میگوید الصق. الصق یعنی چسبانید و یک مرد در زمان گذشته. این فعل ماضی است. الصق. الصق یعنی چسبانید و یک مرد در زمان گذشته. و فعل مضارعش، فعل مضارع الصق چسبانید و یک مرد در زمان گذشته، فعل ماضی مذکر. زن باشه چی میگیم؟ الصقت، یعنی چسبانید و یک زن در زمان گذشته. فعل مضارعش میشود یلصقو. یلصقو یعنی میچسباند و یک مرد در زمان آینده. اگر زن باشد میگیم تلصقو، یعنی میچسباند و یک زن در زمان آینده. فعل امرش چی میشود؟ فعل امر میشود الصق. الصق یعنی بچسبان تو یک مرد. اکنون الصق یلصقو مصدرش میشود الصاقا. الصاقا. الصاقا یعنی چسبانیدن مصدر. این هم همچنین از غیر باب ثلاثی مجرد است، برام خود فقط فعلی ماضیش را آورد. این از باب یکم ثلاثی مزید است، یعنی از باب هفتم هست، از باب اکرم یکرم اکراما الصق یلصق الصاقا، از باب هفتم 22 باب صرفی است. بعد از این میگه تعلم. تعلم یعنی تعلیم داد، یاد داد. تعلم تعلیم داد و یک مرد. اگر زن رو بگیم میگیم تعلمت، یعنی یاد داد و یک زن. فعل مضارعش چی میشود؟ فعل مضارعش یتعلم. یتعلم یعنی تعلیم میدهد و یک مرد. اگر زن باشد میشود تتعلم، یعنی تعلیم میدهد و یک زن. و فعل امرش صاحب کتاب خودشم آورده است، تعلم یعنی تعلیم بیده. فعل ماضی تعلم تعلیم داد، فعل امرش میشود تعلم تعلیم بیده. اکنون تعلمه از کدام باب است؟ یا مصدرش چی است؟ مصدرش تعلمن هست. تعلم یتعلم تعلمن، یعنی که از باب 13 22 باب صرفی است. 22 باب صرفی است، 13 بابش تعلمه بود، و مثل تکلم یتکلم تکلمن، تعلم یتعلم تعلمن. پس این از باب 13 است. و این تعلم رو اکنون فهمیدیم که تعلیم بیده همچنین فعل امر است از باب 13. بعد از این میگوید حمله. حمله یعنی برداشت و یک مرد. اگر زن باشد میگیم حملت، یعنی برداشت و یک زن. حملت یعنی برداشت و یک زن. اکنون فعل مضارعش از این یا معلوم است، از این یا فهمیده می شود که فعل مضارعش می شود یحملو. این میم را میگه کسره بکن. این میمی که میبینید فتحه است، این را میگه کسره بکن. حمل یحملو. یحملو می بردارد و یک مرد. زن باشه چی میگیم؟ میگیم تحملو، می بردارد و یک زن. اکنون فعل امرش چی میشود؟ فعل امر احمل، یعنی ببردار. احمل ببردار. حملون برداشتن، این مصدر است. حملون برداشتن مصدر است. اکنون حمل یحملو از کدام باب است؟ 22 باب صرفی از کدامش است؟ از باب دوم است، از باب ضرب یضربو. از این است میگیم حمل ضرب یحملو یضربو. پس از دوم باب ثلاثی مجرد بوده است. بعد از این میگه ربطا. ربطا یعنی بست. ربطا یعنی بست و یک مرد در زمان گذشته. اگر زن باشه چی میگه؟ میگه ربطت،
یعنی بست و یک زن در زمان گذشته. اکنون این یا دلالت به چی میکند؟ این یا دلالت میکند که ربطه، این بره دیدید بره کسره کنید، بگید ربطه یربیطو، یربیطو یعنی که میبندد و یک مرد در زمان آینده. اگر زن رو بگوییم میگیم تربیطو، میبندد و یک زن در زمان آینده. فعل امرش چی میشود؟ فعل امر میشود اربیطو، اربیطو یعنی ببند تو یک مرد. ربطون بستن، این مصدر است. ربطون بستن، این مصدر است. اکنون ربط یربطو به مثل حمل یحملو از باب دویم است، از باب ضرب یضربو است، از باب دویمی 22 باب صرفی، همچنین باب دویم از باب ثلاثی، از باب ثلاثی مجرد است، باب ضرب یضربو. بعد از این میگوید صبغه، صبغه یعنی که رنگ کرد، صبغه رنگ کرد، رنگ کردن رو میگویند، یا کرسکه کرد. صبغه کرسکه کرد و یک مرد، یا رنگ کرد و یک مرد در زمان گذشته. اگر زن باشد میگیم صبغت، یعنی رنگ کرد و یک زن در زمان گذشته. فعل مضارعش از این الف معلوم است که میگوید که این بارا همین چطوری که از فتحه، فتحش 20 است، پس بگو که یسبغو، صبغه یسبغو، یسبغو یعنی که رنگ میکند و یک مرد در زمان آینده. فعل اگر زن رو بگیم میگیم تسبغو، یعنی رنگ میکند و یک زن در زمان آینده. فعل امرش میشود اسبغ، اسبغ یعنی رنگ بکن تو یک مرد. صبغون میشود رنگ کردن یا کرسکه کردن. اکنون صبغ یصبغو از سیوم باب ثلاثی مجرد است، از بابی که شرط بود در اون باب که عین باب یا لام باب حرف حلق باشد. پس صبغ غین حرف حلق است، ببینید. پس با سیوم باب مود شرط شده توغری میگیرد، راست میگیرد. صبغ با مثل منع، یصبغو با مثل یمنعو، از باب سیوم باب ثلاثی مجرد هست. پس این بود کلمه های نوی درس 39. با همین کلمه های نوی درس 39 به پایان رسید. پس میگذاریم به حوار و گفتگوی درس 39. صاحب کتاب میگوید لحماد حصان الحصان کبیر. میگوید که حماد اسب دارد، لی لام لام تملیک صاحب شدن دارد. لحماد یعنی دارد حماد حصان اسب، الحصان کبیر اسب کلان است. بعد از این میگوید حماد یرکب الحصان و یخرج من داره و یذهب الى الحقل، یعنی که حماد سوار می شود اسب را و می براید از حولیش و می رود به سوی کشزار. حماد سوار می شود اسب را و می براید از حولیش، داریهی ضمیر برمیگرد به حماد خودش، از حولیش، از حولی وی یعنی از حولی خودش، و می رود به سوی کشزار. بعد از این میگوید الحصان حیوان مفید فهو یحمل الاکیاس، یعنی که اسب حیوان فایده رسان است، پس وی می بردارد قابچه ها را، می بردارد پکت ها را. اکنون دقت بدید، الحصان حیوان مفید، مفیدون صفت حیوانون است، یعنی که اسب حیوان است. حیوان چی است؟ مفید است، فایده‌ناک است. پس مفیدون صفت حیوانون است، حیوان خودش خبر است. اکنون میگه فهو، پس وی یحمل الاکیاس، اکیاس مفعول به یحملو است. فهو یحمل الاکیاس، پس وی میبردارد قابچه ها را. میگه که فی الاکیاس قمح و شعیر، یعنی که در قابچه ها گندم و جو هست، در قابچه ها گندم و جو است. مبتدا و خبر.
بعد از این میگه یا رشیدو ساعدنی علی حمل هذا الکیس الى السیارتی، یعنی که ای رشید، یا رشیدو، رشید اسم مفرد منادا مبنی علی الضم، یا رشیدو ای رشید، ساعدنی کمک کن مرا تو، ساعدنی فعل امر، کمک کن مرا تو، علی حمل هذا الکیس، برای برداشتن این قابچه، الى السیارتی، به سوی ماشین. یا رشیدو ساعدنی، ساعد فعل امر است از باب نهم، ساعد یساعدو فعل امر میشه ساعد، ساعد تا این حرف دال فعل امر است، فاعل ضمیر مستتر تقدیر انت. این نون در اینجا چیکار میکنه؟ این نون رو نون وقایه میگویند. نون نامش چی است؟ نون وقایه. این چی؟ رول بازی نمیکنه مگر فقط این دال رو نمون که کسره شود، این نون آمد خودش رو کسره داد به خاطر یا شده، پس شد ساعدنی، یاردم کن مرا. این یا ضمیر متکلم مبنی علی سکون فی محل نصب مفعول به است. علی حمل هذا الکیس الی السیارتی، ای رشید کمک کن مرا، یاردم کن مرا برای برداشتن این قابچه به سوی ماشین. بعد از این میگه فاطمه تربط الحصان بالحبل و تقدم الیه الحشیش والحصان یأکل الحشیش، یعنی که فاطمه میبندد اسب را با بند و تقدیم میکند، پیشنهاد میکنه، میشه بگه میدهد، میدهد تقدیم میکند برای وی، میدهد وی را الحشیش، یعنی که علف، میدهد وی را علف، والحصان یأکل الحشیش، و اسب میخورد علف را. فاطمه مبتدا، تربیطو جمله فعلی در محل رفع خبر، تربیطو را فاعل ضمیر تقدیر هو هی برمیگردد به فاطمه، الحصان مفعول به است، بالحبل و تقدمو فعل مضارع، فاعلش ضمیر تقدیر هی یعنی فاطمه، الیه جار مجرور، الیه هی ضمیر است برمیگردد به حصان، الیه یعنی الی الحصانی، به سوی اسب، برای اسب، الحشیش مفعول به تقدمو است، و الحصانو باز مبتدا، یأکل واو در جا واوی عاطف جمله بر جمله هم بگه می شود، یأکل الحشیش، یأکل فعل مضارع در محل رفع خبر الحصانو، الحصانو مبتدا کی است، یأکل در محل رفع جمله فعلی خبر می شود، یأکل و فاعل ضمیر تقدیر هو، ضمیر مستتر تقدیر هو برمیگرده به حصان، یأکل الحصانو یعنی میخورد اسب، الحشیش علف را، حشیش می شود باز مفعول به. بعد از این میگه امنا تقدم لنا الطعام و نحن ناکله، یعنی مادر ما پیشنهاد میکند، تقدیم میکند برای ما طعام را و ما میخوریم وی را، هو ضمیر است برمیگرده به طعام، میخوریم وی را یعنی میخوریم طعام را. امنا مبتدا، تقدم جمله فعلی در محل رفع خبر، امنا یعنی مادر ما، تقدم لنا الطعام پیشنهاد میکند یا میدهد ما را طعام، یا پیشنهاد میکند برای ما طعام را، طعام مفعول به تقدم را فاعلش ضمیر مستتر تقدیر هی برمیگرده به و نحن ناکله، نحن مبتدا، ناکل جمله فعلی در محل رفع خبر، ناکل فاعلش چی است؟ ضمیر مستتر تقدیر نحن، ناکل فاعل، ناکل فعل، فاعلش نحن در ضمیر مستتر تقدیر نحن، هو چی است؟ ناکله، هو چی است؟ هو ضمیر متصل مبنی علی ضم فی محل نصب مفعول به، میخوریم وی را یعنی طعام را. بعد از این میگه زوجتی قدمت لنا فطورا و نحن اکلناه، یعنی که میگه همسر من پیشنهاد کرد برای ما خوراک نصف روزی را و ما خوردیم وی را. زوجتی قدمت لنا فطورا، همسر من، زن من تقدیم کرد، پیشنهاد کرد، داد ما را یا برای ما، فطورا یعنی که طعام نصف روزی، و نحن اکلناه و ما خوردیم وی را. بعد از این میگه عندي علبة اصباغ ارسم وقت الفراغ و اصبغ
و اصبغوا الصورة بالوان مختلفة ثم الصق الصورة بالصمغ في دفتری. میگه که عندي علبة اصباغ، یعنی دارم من قطعه یا کرابکه رنگ ها، دارم من قطعه رنگ، دارم من کرابکه رنگ. ارسمو وقت الفراغی، رسم میکشم من وقتای خالگی، وقتای بیکاری، وقتای خالگی که وقتای بیکاری. و اصبغو صورت، و رنگ میکنم، و اصبغو فاعل رو ضمیر مستتر تقدیر انا، و رنگ میکنم من صورت را، صورت مفعول به، و رنگ میکنم من صورت را به الوان مختلفت، بر رنگ های گوناگون، یعنی رنگ های گوناگون قطعی رنگش میکنم. میگه ثم الصق الصورت، پس میچسبونم میگه صورت را بالصمغ، یعنی با کله، با اون مواد چسبنده، فی دفتری، در دفتری خودم، در دفترم. این یایی چی است؟ متکلم است، ضمیر متکلم، در دفتری من، در دفترم. بعد از این میگوید که هذا صمغ جدید و جید، یعنی که این کله، این مواد چسبنده نو است و خوب است. هذا صمغ جدید، این مواد چسبنده، این کله نو است و خوب است. میگه فی مدینتنا حوض السباحة، فتیان المدینة یذهبون الى حوض السباحة و یسبحون فیه. یعنی چی؟ یعنی در شهر ما، فی مدینتنا، در شهر ما، حوض السباحة، حوض آبازی کردن هست، حوض شنا کردن هست. فتیان المدینة، یعنی جوانهای مدینه، جوان پسران مدینه، یذهبون، اینجا میشه مدینه را بگیم شهر مدینه، که مدینه میتونیم بگیم شهر. فتیان المدینه دیگه که جوانهای شهر، جوانهای شهر، یذهبون الی حوض السباحة، میروند به سوی حوض آبازی، و یسبحون فیه. یسبحون که اگه این غلط است، بلکه چی است؟ و یسبحون، یعنی که شنا میکنند، فیه، در وی، و یسبحون فیه، و شنا میکنند و آبازی میکنند، فیه، در وی. هی ضمیر است برمیگه به حوض، هی فی الحوض، یعنی آبازی میکنند در حوض. بعد از این میگه فی ساحة دارنا ایضا حوض السباحة، حوض السباحة واسع و عمیق، یعنی که در حولی، در ساحه حولی ما، در اطراف حولی ما همچنین حوض آبازی است. در اطراف حولی ما همچنین یا نیز حوض آبازی است. حوض السباحة واسع و عمیق، حوض آبازی پهن است و چقر است. حوض آبازی پهن است و چقر است. بعد از این میگوید انا و ریاض نسبح فی الحوض و نلعب و نرکض بعد السباحة. یعنی چی؟ یعنی میگوید انا، من، و ریاض، ریاض نام رفیقش، نام مرد، میگن مرد، میگوید که من و ریاض نسبح، شنا میکنیم، آبازی میکنیم، فی الحوض، در حوض، در حوض آبازی میکنیم، و نلعب، و بازی میکنیم، و نرکض، و میدویم، بعد از سباحتی، بعد از درس، بعد از آبازی کردن، بعد از سباحتی، بعد از آبازی کردن میگوید ما بازی میکنیم و میدویم. انا و ریاض نسبح، نسبح را فاعلش ضمیر مستتر تقدیر نحن، و نلعب همچنین فاعلش ضمیر مستتر تقدیر نحن، نرکض همچنین فاعلش ضمیر مستتر تقدیر نحن. فاعلای هر سه اینها مستتر هستند. بعد از این میگوید نحن نحب السباحة، نحن
نحب السباحة. السباحة نافعة، یعنی که ما دوست می‌داریم آوازی کردن را، ما دوست می‌داریم شنو کردن را، آوازی کردن را. نحن مبتدا نحب جمله فعلی خبر نحن، نحب فاعل و ضمیر مستتر تقدیر نحن، السباحة مفعول به است. السباحة نافعة میگه که آوازی کردن فایده‌ناک است، فایده رسان است، فایده بخش است. السباحة نافعة، آوازی کردن فایده بخش است. بعد از این میگوید که ریاض تعلم السباحة في صغره و انا تعلمت السباحة في صغری. یعنی که ریاض نام رفیقش میگوید اکنون. ریاض میگوید تعلیم گرفت، یعنی یاد گرفت آوازی کردن را در خردسالیش، فی صغرهی در خردسالیش. و انا و من میگوید تعلمت السباحة تعلیم گرفتم آوازی را فی صغری در خردسالیم، در خردسالیم. ریاض مبتدا، تعلم جمله فعلی در محل رفع خبری ریاض. السباحة مفعول به تعلم، تعلم را فاعلش در کجا است؟ تعلم را فاعلش ضمیر مستتر تقدیر هو برمیگرده بر ریاض، فی صغره در خردسالیش. و انا مبتدا، تعلمت فعل فاعل، السباحة این مفعول به، فی صغری در خردسالیم. بعد از این میگه تعلم السباحة فی صغرک، تعلم السباحة فی صغرک، یعنی تعلیم بگیر آوازی کردن را در خردسالیت، تعلیم بگیر آوازی کردن را در خردسالیت. تعلمی این کسره که میبینید کسره چی است؟ کسره عارضی است. این کسره اصلی نیست. تعلم ساکن بود، واسه التقاء ساکنن میم رو ما کسره دادیم، این کسره رو ما دادیمش. پس تعلمی السباحة یعنی تعلیم بگیر تو، فاعل ضمیر مستتر تقدیر انت، یعنی تعلیم بگیر تو السباحة آوازی کردن را، مفعول به السباحة مفعول به فی صغرک یعنی در خردسالیت. پس این بود حوار و گفتگوی درس 39 و در اینجا گفتگو و حوار یا درس 39 را به آخر میرسانیم تا درس آینده. یک شما رو به الله تبارک و تعالی مسپارم. هر کجایی که باشید سلامت و موفق و مؤید باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.